به نام خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام و سپاس برادران و خواهران و بینندگان گرامی به برنامه خودتان باز شگفت خوش آمدید. اقتصاد شناس و رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان به رادیو آزادی گفته است که کنستانتین بندرینکو گفته است مسئله گسترش فساد در این کشور به صلاحیت بی‌محدود ساختارهای حکومتی و نظارتی وابسته است. 100%. بعد اون گفته است که شماری زیادی خدمتچیان به گفته او باعث کم بودن معاش آنها می شود. این پدیده باعث به عمل آوردن کروپسیا و بیوروکراتیا می شود. وقتی هر خادم انداز سفارش می گیرد که باید نقشه اشتراف یا جریمه را اجرا کند، این چیز خود از خود باعث کروپسیا و مجازات می شود. درست است. وقتی که یک رئیس ناحیه جای رو می خرد به 50,000 یا 100,000، اولین فکری اون این است که باید این رو اول از کجا این رو پر کند و حتی تا یه حدی را به اون هم همین صلاحیت های بیکنار داده شده است که این کارها را انجام بدهند. یعنی وقتی که وظیفه خریده می شود، وقتی که گفته می شود که شما بودجه رو پر کنید، پس اون کارمندان مجبور هستند که برن سراغ وویلون برن، سراغ میگافون برن، سراغ دیگر شرکت ها برن یا مردم بیچاره. درست. باز میگویم که مردم میگویند که همه انداز رو سپاریدن، باز امر میکنن که رفته همون رئیسی انداز بدون اینکه پرسد نگاه میکنن میگه که برای 2000 سومان دیگه زیادی بسپار. بله. یا اینکه لطوکوب میشود در اداره رئیس انداز، مثل اون جوانی در فیض آباد مورد لطوکوبی رئیس انداز قرار گرفته بود. ببین میگوید که وقتی مقامات درباره وجود فساد در ساختهای معارف و بهداشت بیشتر بانگ اضطراب میزنند، این به معنای اون است که هر ساکن عادی همه روزه به این ساختارها روبرو می شود و از خدمات آنها استفاده میکند. یعنی چرا وزارت معارف و بهداشت بیشتر بازتاب می شود فساد زدگی آنها؟ زیرا مردم بیشتر به اینها سر و کار دارند. اما اگر شما نگاه کنید پلیس تاجیکستان هم همین خیلی است. کروپسیا، خود کروپسیا چقدر کروپسی میکند و مقامات محلی چی کارهایی که انجام نمیدهند. ببین کروپسیا گفتید یک چیزی یادم آمد رو واقعا هم یک صحنه دارد بختیار رحیموف یا غریب شاه. غریب شاه کمپانیا. یک برنامه بسیار جالبی را در تلویزیون کشور راه انداخته بودند با یک همراه اون همکارای خودش و برای من خیلی عجیب بود که وقتی که صحنه رو غریب شاه کمپانیا اجرا میکرد، پرزیدنت کشور اونجا نشسته بود و میخندید. و صحنه هم عبارت از چی بود؟ میگه که میگه این آدمای یک چیزی نو شده است کو، یک نهادی نو پیدا شده است کو بر ضد کروپسیا، برای چی بسیار گنده و یا میگفت، ولی من رفته دیدم میگه و یا آدم چیز بود هستند و یا آدم بود هستند و یا ختم میشد است گپ زده. یعنی و یا هم الکی این بین مردم معروف شده است که اونها هم اهل کروپسیا هستند. یک نهاد دیگر به جای اینکه کروپسیا را کم کند با کروپسیا را زیادتر کرده است. و وقتی که از بالای یک گروه میآیند مثلا پلیس به کروپسیا میافتد، باز دوباره با کروپسیا از اونجا رهایی پیدا میکند، باز همون سلسله مراتب کروپسیا بیشتر شده ایستاده است، نه اینکه کمتر شود. و وقتی که غریب شو کمپانیا این رو میگوید، یعنی این معلوم است که یه چیزی هست که اون میساخته است. یعنی این دروغ نیست دیگر. این معلوم است که واقعیت هایی که امروز در جامعه ما هست همون غریب شو کمپانیا به تصویر میکشد برای جامعه. ولی عجیب است که پرزیدنت کشور میشیند و برای این میخندد. مگر این جای خنده داره؟ درست است. یک خبر دیگر که در پیام منتشر شده است، همون جزئیات سفر وکیلان بین المللی دوشنبه و قسم دوم اون در چشم همه در همه وحشت دیده می شود. به این معنی که درباره سفر میگوید که گلدن سولمز اون وکیل ترکی در مصاحبه با خبرنگار پیام گفته است که هر کجای رفتیم مردم میترسیدند. حتی در پرکاتورا وقتی که نام زرافا و بزرگ مهر و حزب نهضت شنیده شد، اونها با ترس روبرو شدن. در وزارت خارجه هم و نزدیکان خویشتبار هر کجای میگه میرفتیم احساس میکردیم که مردم تحت ترس قرار دارند. که حتی میگوید که وقتی می اومدن صحبت میکردن، آوازی که صحبت میکردن به زور میبر اومد و احساس میشد که چقدر ترسیدن. درست است.
و خبر دیگر این است که باز یک مسئولیت نو به والدین گذاشته شد، اینکه باید نظارت فرزندان خود را نظارت کنند که به شبکه‌های اجتماعی ندارند یا در عموم نظارت بکنند که فرزندانشان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چی کار میکنند و یک نوع جوابگو هم هستند برای این کارشون. ببینید این هم یک نوع محدود کردن آزادی است. همین هم ربط میگیرد به همون یک نوع محدود کردن آزادی که امروز میخواهند. درست است که اکثریت جوانان ما دیگر نسل جوان نمیتواند به اینترنت به آگاه شدن از جهان اطرافش زندگی کند. این دیگر واقعیت امروز است. شاید نسل قدیمی تری ما یک نسل هست که امروز از اینترنت بتواند به گونه از اینترنت دور باشد یا اینکه در یک گوشه کم مثلا اگر ارتباط زیاد هم با اینترنت نداشته باشد، اگرچه اون نسل کلان هم امروز دیگر بدون اینترنت نیست، ولی نمیتواند مثلا نسل کهن مثل نسل جوان در یک حالت مثلا به اینترنتی تحمل کردن نمیتواند، این نیست. ولی نسل جوان چگونه است؟ نسل جوان وقتی که اینترنت رو از اون میگیری گویا که او رو در زندان کرده ای. امروز همین است و برای همین است که نسل جوان ما اکثرش از کشورهای اطرافش آگاه هست که چی میگذرد و میداند که زندگی مردم در کشورهای پیشرفته چگونه است. میداند که مثلا در شبکه‌های اجتماعی مردم چی میگویند و واقعیت ها کجاست. میداند از طریق اینها میداند که چند قطره از حقایق رو میفهمد. بله، از طریق شبکه‌های اجتماعی میفهمد که برنامه هایی که امروز بالای او تحمیل می شود یا اینکه سخن هایی که با او گفته می شود یا اینکه کارهایی که مقامداران امروز انجام میدهند تا چه اندازه حقیقت هستند و واقعا هم با اون بازی های بگیم مقامات یا اینکه با اون واقعیت ها رو درک میکند و نسل جوان دیگر نمیتوانی امروز نسل جوان رو تو محدود کنی. حتی که اگر من واقعا میگم اینا امروز وقتی که میبینم مثلا پسری من که مثلا امروز من میبینم در اینترنت و در تلفن و در اینها وقتی وارد اینترنت میشود از من خیلی برتری دارد از من که من خودم رو به اصطلاح یک از نمیتونم از اینترنت از یک نسل هست که با همزمان با ایجاد اینترنت شما بله ما با اینترنت اومدیم تا اینجا خودمان رو تقریبا نسل اینترنت و نسل شبکه‌های اجتماعی میدونیم ولی میبینم آشکار که اونها از ما پیشرفته ترن اونها از ما الکی خیلی پیش رفتن و راههای وارد شدن به شبکه‌ها و به برنامه‌ها و به اینترنت برای اونها خیلی بهتر از ما میدونن. به همین خاطر من مطمئنم دیگر با راهی منع کردن زور و قانون و اینها نمیتوان پیش راهی اونها رو گرفت ولی راهی درستی استفاده را باید آموخت و این را باید به پدر و مادر آموخت نه اینکه به پدر و مادر تحمیل کرد. من مطمئنم این کار رو هم دوباره برای چی کردن تا باز مثل امروز که قابل ذکر است بگویم که قبل از اینکه با این برنامه وارد میشدیم دوباره پدر من رو مقامات برای نمیدونم بازپرسی یا تفتیشات یا چی یا صحبت بردند. نمیدونم تو حال چی است چی میشود ولی پدر من رو بردن برای صحبت من برای اینکه من ساکت باشم و شاید این هم به خاطر همین است که اون پدر و مادر والدین بیچاره را دوباره به خاطر هر یک عمل یا یک حرف یا یک نکته که پسرش در اینترنت شبکه‌های اجتماعی میزند گناهگار کرده توان رسما. بله یعنی هدف از این همین است که هرچند اگر نظارت پورا کرده هم نمیتونن ولی بترسونن این پدر و مادر فرزند رو بترسونن که هر چیزی ننویسید هر کجایی نداره تو اینکه مشکل در برای ما نمیشه. این از دموکراتی وقتی میگیم وقتی فرزند 18 بالا رفت دیگر پدر بله واقعا هم مثلا چرا وقتی که میگه دنیوی دموکراتی چرا پدر جوابگوی فعالیت ها و کاربری مثلا فرزندی از بالغش باشد؟ بله من واقعا تعجب میکنم از این کارها. ما مجبورم فکر میکنم دیگر مجبورم که بروم به سازمان ملل متحد و از این کار شکایت کنم و طلب کنم که مثلا به این چیزها پایان داده شود و تا کی پدر من جوابگوی عملهای من است. یعنی از حفظ جان پدر شما بله و پدری و خشتباری اون فعالان سیاسی هر فعال سیاسی که امروز وجود دارد این مشکل دارن. امروز من میخواهم از این بعد مجبورم که به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر مراجعت کنم تا از حقوق پدر و مادر من دفاع کنند و این هم باز اگر گزارش شد در این
مثل همین گزارشی که الان خواندیم که تاجیکستان در محدود کردن آزادی ها پیشرفته است. معلوم است آخر شما وقتی که این کارو میکنید طبیعی است که این زیاد میشود، این محدود کردن حقوق بشر است و برای همین میگم که وقتی که تا این حد میروند ما هم باید کاری بکنیم که مثلا اون یک ایمونیتیت، یک امنیتی برای پدر و مادر ما با وجود بیاد، برای خویش تبار ما با وجود بیاد. مجبوریم به سازمان ملل شکایت بریم، به سازمان‌های حقوق بشر شکایت بریم، از اونها طلب کنیم که یک راه پیدا کنن، با اونها صحبت کنن، برن و هر چی که میشود در آینده باز هم به این کارشون دیگه ادامه دادن. بله، خداوند پدر شما را و خویش تبار آنهایی که زیر فشار هستند خداوند حمایت بکنه در یعنی اون قدرت و اون مهربانی که دارد. و دیگر چیزی که در این مسئله هست میتونیم بگیم که آیا پدر و مادر نظارت کامل کرده میتوانند؟ ببین امروز جوانی صنف 7 حتی من فرزند 7 ساله را میبینید که با تلفن الکی میتوند اینترنت بدراید و اون چیزی که در خواست خودش است اون را تماشا کند، ببیند، استفاده برد. آیا میشود که پدر و مادر میتوانند که اینها رو مثلا نظارت بکنند؟ همون چیزی که شما گفتید، این یک نوع اگر هر چی کاری کردن پدر و مادر یعنی جوابگو هستند. اصلی قضیه همین است. و دویم چیز گفتنی هست در اینجا که پیش از این هم مسئله مخابرات رو ببین، همه چیزا را، تلفن ها رو که باید تلکم داده شود و باید کنترل کرده شود و همچنین حقوق دارد که هر وقتی خواست اون رو قطع کند، هم قطع کند و هم شنود کند و همچنین باید همه کارت سیم کارت ها از سر نو ثبت نام شود و باید همه یعنی اینها و همچنین اینترنت رو اونها حاضر سعی دارن که هر چیزی که اینترنت هست و اون زنگ هایی که خصوصا به خارج هست، یعنی با این قدر یک نظام پلیسی آیا میتوان در عصر 21 از حقیقت ها یعنی حقیقت ها را از چشم مردم، از چشم عالم دور کرد؟ به نظرم نه. شما درست است که میتوانید بزرگ مهر یا رفع یعنی تا یه حدی را سرکوب کنید یا شهرت قدرت اینها، ولی این در حق اون وکیلان خارجی که هر کاری کردید امروز دگیر اون وکیلی روس امروز دارد در همه جا می نویسد که چی وضعیتی در تاجیکستان است یا اونی که اون وکیلان ترکی هم. خبر دیگر این است که شهرداری تاجیکستان اعلام کرده است که حدود 150 148 150 حدود 150 یعنی مکان‌های جمعیتی را به ورزشگاه و به دیگر کارهای تفریح و به چی مرکز پلیس و به اینها تبدیل میکنند. بله. یعنی شیدست جای ما یعنی اینقدر پلیس زیاد است، باز میخواهند که پلیس را از حساب اون مردم بیچاره که در اون جاهای جمعیتی، این بیشتر این جاهای جمعیتی جایی بودن که مردم مسجد میخوانن، مردم 4 موسفید و 4 بچه 4 آدمی که در اون دام ها بودن آنها می اومدن در اینجا یک صحبت میکردن، از خدا و رسول میشنیدن و ولی میخوان که اینها رو به مرکزهای پلیس، به ورزشگاه ها و اینها تبدیل دهند. بله واقعا ما امروز روز به روز با میخواهند که یک جایی برای جمع شدن چند نفر وجود نداشته باشد. این هدف همین است. اونها از جمع شدن حتی 5 نفر 10 نفر هم از مسافد هم باشند میترسند. اگر نترسند برای چی جایهای جمعیتی، جایهایی که چند نفر اونجا شاید میشینن با هم صحبت میکنن، گزید میخونن، نمیدونم مجله میخونن یا با هم بازی شاهمات بازی میکنن یا کار دیگر میکنن، اونها رو میگیرن به دیگر چیزها تبدیل میدن. واقعا این خودش جای سوال دارد و معلوم میشود که اینها از صحبت از اینکه مردم یک جا بشینن با هم صحبت کنن خوف دارن. شاید در آینده قانون‌های دیگری بدتر از این هم صادر کنن که جمع شدن مثلا مثل بعضی کشورهای دیکتاتوری دیگر جمع شدن مثلا 10-15 نفر جرم است. بله. ببین وقتی که ما درباره رشد تروریسم و اکستریمیسم و افراطگرایی صحبت میکنیم، واقعا هم نبود جایگاه‌های تفریحی که مردم بتوانند اونجا رفته در داغم با یک دیگر صحبت کنن و اون را خالی کنن، اون در داغمی که در داخل دارن همونطوری کمتر است. نبود اینها سبب می شود که رشد افراطگرایی باعث رشد افراطگرایی می شود.
ولی متاسفانه امروز بعضی به این نظر هستن که مسجدها و اینترنت باعث رشد افراطگرایی است، ولی در حقیقت اگر ما نگاه کنیم مثلا من روستای خودمان دهه خودمان رو میدونم، در دهه ما مثلا و همه قریب مسجدهایی که هست در اون دهه ها مردم از همه یگانه جایی که مردم جمع می شود یکدیگر صحبت میکنن، از زندگی یکدیگر با خبر میشن اونجا است. مثلا من وقتی که بعد عصر میره به مسجد، مردم از وقتی عصر تا نماز شام شیشته صحبت میکنن، یک دیگر جا ندارن. مثلا در وقت شوروی ما کلوب داشتیم که حاضر فعلا به اون کلوب به مکتب تبدیل یافته است. در اون کلوب مثلا جای بیلیارد بود، کتابخانه بود، درست است، خود کلوب فعال بود. همه اینها از بین رفتن، حتی میدان ورزش بود، همه اینها از بین رفتن و چیکار کنند مردم؟ کجا بروند؟ حتی اون سرتراشخانه‌ای که در دهه ما بود و سبب میشید که مردم اونجا جمع شوند، اونها هم از بین رفتن. حتی همون جایی که سرتراشخانه بود یا کلوبی بود اون را به خانه دادن. آخه مردم فقط یک خانه نمیخواهد، مردم در برابر زندگی باز میخواد یک جای تفریحگاه اینها هم داشته باشد. خبری اخیرانی که امروز هست، مسی افغانستان پیدا شد. بله. این هم واقعا میگردد، فضل این کار هم میگردد به رسانه های فعال افغانستان که توانستند این مسی افغانستانی را مطرح کنند. یک دوستان گرامی، یک طفلی خردی 7 ساله یا 6 ساله افغانستانی در استان غزنی افغانستان با سلفن که رنگ های لباس تیمی ارژنتین را دارد، کبوتی که در همه جا در ما زیاده است، بله، در اون با قلمی خودکار اونجا مسی رقم 10 نوشتن و اون را صورت گرفتن و اون رو با بدنش پوشیده است، اون رو همونطور صورت گرفتن. بله صورت گرفتن در پای موزه، یک حالتی یعنی واقعا عجیب. ولی خیلی خوب که رسانه های افغانستان که خیلی فعال هستند، همسایه ما که با همه چیز ما متهمشون میکنیم، در تاجیکستان متهم میکنند که، ولی واقعا هم رسانه های خیلی فعال هستند. اینها و فعالان اجتماعی توانستند این صورت را جایگاهی حقیقی را نشان بدهند. این صورت به لیونل مسی رسید، این بازیکن مشهوری جهان و تیم بارسلونا، و اون گفته است که این کودک اشدی‌ترین مخلص من هست و من میخواهم که با اون صحبت، و واقعا هم صحبت هم کردن و گفته است که من یک لباس خودم رو به او هدیه میدیم و بعضی باز تحفه های دیگر هم تقدیم مینمایم. و حتی از تیم ملی ارژنتین هم با او تماس گرفتن و علاقه ارتباط بینشون برقرار شد. عجیب این که یک کانال کرد 24 هم از عراق میخواسته است یک کسی دیگر رو با جای این مسی افغانی به مسی معرفی کند، ولی اون خب آدمی ساده نیستن به هر حال و توانستند که واقعا این واقعیت رو درک کنند و مسی افغان رو پیدا کنند. و باز هم همون رسانه ها چگونه شما گفتید، رسانه های افغانستان توانستند واقعیت رو به اونها برسانند و نمایش ببینند و اونها هم دیدن که واقعا این عکس مربوط به افغانستان و پسر بچه افغانی است که خودش رو با مثل مسی درآورده است. این یک امتیازی بود برای مخلصان مسی، خصوصا جوانان تاجیکی خیلی مخلص مسی هستند. این یک امتیاز بود و امیدواریم که رونالدو هم، کریستیانو رونالدو و دیگر بازیکنانی که در بین تاجیکستان شهرت زیاد دارند، اونها هم یک کارنامه‌ای انجام بدهند تا اینکه طرفداران اونها هم خوشحال شوند. این بود برادران گرامی، هموطنان عزیز، برنامه بازشگب. خدا حافظ، سلامت باشید.